سلام. یکی از دلایلی که باعث میشه فرمونتون به یه سمت کشیده بشه خرابی کنس دو شاخه فرمون هستش. همونجوری که تو این کنس مشاهده میکنید چاله شده و ساچما روی این کنس روون چرخش نمیکنه. امروز میخوام آموزش خارج کردن این کنس و تعویضش رو براتون بذارم. خب دوستان، اون عزیزانی که میخوان تو خونه این کنس فرمون تعویض کنن به یه پیچ‌گوشتی ضربه‌ای نیاز دارن و یک عدد چپ‌کش. اونه هم که حرفه‌ای هستن، خب ابزار مخصوص درست کردن، اینو راحت خارجی که میخوام بچه‌ها خونه این کار انجام بدن با پیچ‌گوشتی ضربه‌ای و چپ‌کش این کار انجام میدم تا شما هم بتونید استفاده ببرید. بعد از اینکه کنس فرمون رو خارج کردین، دو شاخه فرمونتون رو کامل تمیز کنید. و ساچمه فرمونی که برای موتورتون میخرین دو تا کنس داره داخلش، یکی قطرش کمتر، یکی قطر بیشتر. قطر بیشتر برای سمت پایینه. یه مقدار روغنی میکنم دور اون دو شاخه رو. کنس نو رو میذارم رو دو شاخه. کنس کهنه خودشم میذارم روی کنس نو. با یه لوله با ضربه میزنیم میره سر جاش. حتی یه نکته‌ای که وجود داره، شاید یه عده بیان بگن خب این دوتا کمکارم خارج کن، بذار زمین راحت بزن بره داخل. من برای چی این کارو کردم؟ برای اینکه اینا خب کمک فنرها حالت فنری دارن، هر چقدر من اینجا ضربه بزنم این فنرها بازی میکنه و نمیذاره دو شاخه فرمونم اینجا تاپ بخوره یا کج بشه. دور کنس کامل گریس میزنیم. برای تعویض کنس بالا یه میله نیاز داریم. میله رو میذاریم داخل تنه و آروم ضربه میزنیم و خارجش میکنیم و با فشار سر جاش میذاریم. اگه اینجا دیدین مثلا سخت جا میره، دورش روغن کاری و گریس کاری کنید، یه خورده با آروم ضربه بزنید و سر جاش قرار بدید. کنس بالایی رو از پایین ضربه بزنید و خارج کنید. کفه بالا رو میزنیم سر جاش. حالا نوبت نیست که دو شاخه فرمون سر جاش قرار بدیم. بعد ساچمه بالا رو به این سمت که ساچمه رو به بالاست و سطح صافش رو به پایین. دو شاخه رو از سمت پایین میاریم بالاتر و سر جاش قرار بدیم. کنس بالایی رو هم به این صورت جا میزنیم. بعد پیچ بالا. و بعد اینکه مهره بالا رو هم سفتش کردیم، این اندازه داره مقدار سفت شدنش. با یه جای سفتش میکنیم، بعد به این صورت تکون میدیم. اگه دیدیم تکون میخوره یعنی این باید یه خورده دیگه سفت بشه. به این صورت یه محکم باشه. بچه‌ها یه نکته‌ای که بهتون خواستم بگم اینه که اگه جای این کنسا روی تنه گشاد شده باشه، باید این تنه رو داخلش رو بدین تراشکا براتون فیت کنه. ولی بعضی وقتا مثل این تنه‌ای که من الان روش دارم کار میکنم، قسمت اولیش یه خورده گشاده ولی سر جا که میره محکمه. اگه اینطور هم باشه. سلام دوستان عزیز، امروز آموزش سیمکشی موتورسیکلت هوندا رو با هم خواهیم داشت. اولین نکته‌ای که در مورد سیمکشی باید بدونی رنگ بندی سیم است. رنگ‌ها رو بلد نباشی هیچ کاری نمیتونی بکنی. رو میز کامل رنگ بندی ها رو اول براتون توضیح میدم. و بچه‌ها کل سیمکشی هوندا رو از سمت چراغ جلو یاد بگیری دیگه کلش رو میفهمی که داستانش چیه. یعنی سیم زردی که اینجاست تو کل سیمکشی، سیم زرد همینه. حالا رنگ بندی ها چیه؟ سیم زرد میشه سیم برق اصلی چراغ جلومون، سیم قهوه‌ای است سیم برق اصلی چراغمون که میره به چراغ عقب، سیم توسی سیم اتومات یا همون اتومات یا فلاشر راهنمامونه، سیم قرمز سیم برگشت باتری به سوئیچه که میره توی مدار سیم کشی،
سیم سیاه و سفید برق کوئل رو قطع و وصل میکنه. سیم سبز کمرنگ بوق، سیم سبز خطدار، سیم استوب جلو، سیم سبز خالی. هرچی سیم سبز خالی اینو اتصال بدن است. هرچی که سیم وجود داره توی سیم کشی به اتصال بدن است که رنگشون سبز یک دسته. سیم حتی این سوکتی این سبز دوباره همون اتصال بدن است. سیم سبز قرمز خطدار که خط قرمز داره میشه خلاصیمون، خلاصی کیلومتر. سیم مشکی برق برگشت سوئیس. سیم آبی راهنمای سمت راست، سیم نارنجی راهنمای سمت چپ، قهوه‌ای بازم همون سیم برگشت از چراغ جلو به چراغ عقب و کیلومتر. سیم مشکی سیم برگشت برق دوباره باتری از سوئیچ، نارنجی راهنمای چپ، آبی راهنمای سمت راست. یه سیم صورتی هم جدیدن تو سیم کشی‌ها میذارن که آخر ویدیو بهتون میگم که برای چیه. خب بچه‌ها سیم سمت بوبین، سیم قرمز و مشکی میشه برق اصلی بوبین که میاد میره به ترانزیستور. این دوتا مشکی خالی و سبز خط دارم که استوب ترمز عقبه. این سیم زرد همون برق اصلی چراغ جلو. سیم سفید سیم تامین برق شارژر و باتریه. آبی خطدار و سبز که اتصال بدن است. آبی خطدارم که همون کار پلاتینای قدیم انجام میدی که الان به صورت آفتومد و رله و دیود هستن. بعد سمت شارژر هم دوباره همون زردمونه. سیم چراغ جلو، سیم سبز اتصال بدنه. سیم قرمز کارش چیه؟ این سیم سفید که از سمت بوبین اومده میره به شارژر. سیم قرمز از توی شارژر تقویت و یک دست میشه، نوسانش گرفته میشه، میره سر باتری، تامین برق شارژ باتری رو انجام میده. یه سیم توسی و مشکی هم که اتوماتیک راهنماست. سیم مشکی زرد سیم کوئل سبز اتصال بدنه. برای ترانزیستورمون هم که خب مشخص دوباره سوکتیه. سیم مشکی خطدار قرمز همونی که از بوبینمون اومده رفته به ترانزیستور. بعد برگشتش هم سیم سیاه و سفید خطداره که مستقیم رفته به سوئیچ، کار قطع و وصل برق ترانزیستور انجام میده که سوئیچ که خاموش میکنید موتورتون خاموش میشه. یعنی این اگه در بیارین دیگه موتورتون یکسر است. این هم که سیم باتری مثبت باتری، سبز اتصال بدنه باتری.